تاجیکستان دولت جمیلة. ترجمهش تاجیکستان کشوری زیباست. تاجیکستان کشوری زیبا است. پس اعراب این جمله: تاجیکستان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تاجیکستان مبتدا بوده است، جمله اسمی بوده است و علامت رفعش ضمه ظاهره که در آخرشون میبینیم. تاجیکستان بدلا من التنوین. پس این ضمه بدل از جای تنوین است. تنوین نمیگیرد. چرا نمیگیرد؟ لانه ممنوع من الصرف. زیرا که کلمه تاجیکستان ممنوع من الصرف است، تنوین را قبول نمی کند، غیری منصرف می باشد. چرا غیری منصرف است؟ للعلمیت والاعجمیت یا والعجمت. یعنی به سببی تاجیکستان علم هست، یعنی نام هست، نامی کشوری معین. علم میگوین این را، یا نام شخص یا نام کوه یا نام شیء معین را علم میگوین. پس تاجیکستان علم هست. یکم علمیت. دوم عجمه یا که الاعجمیه، سبب ممنوع من صرف بودنش نامی غیر عربی است. تاجیکستان یعنی عربی نیست بلکه نامی غیر عربی می باشد. پس این هست اعراب تاجیکستان، کشور عزیزی یکایک ما و شما تاجیکستانی ها. اعرابش چنین می باشد: تاجیکستان دولت جمیلة. پس تاجیکستان مبتدا بوده است، دولت خبر مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. پس دولتون این خبر بوده است برای تاجیکستانو که مبتدا هست و علامت رفعش ضمه ظاهره در آخرش. جمیلتون نعت المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. پس کلمه جمیلتون نعت بوده است، نعت المرفوع مرفوع. پس نعت مرفوع می باشد و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره، یعنی علامت رفعش ضمه ظاهری در آخرش می باشد. پس دولت جمیلتون این منعوت نعت است. پس در اولی بیان کردیم که نعت منعوت را از 10 چیز در 4 چیز پیروی می کند. پس دولتون مؤنث است، جمیلتون هم مؤنث شد. دولتون مرفوع است، جمیلتون هم مرفوع شد. دولتون مفرد است، جمیلتون هم مفرد شد. دولتون نکیره هست، جمیلتون هم نکیره شد. پس از 10 چیز در 4 چیز نعت منعوت را پیروی کرد. پس جمله تاجیکستان دولت جمیلة، تاجیکستان کشوری زیباست، این هست اعراب و تحلیلش. پس کلمه تاجیکستانو گفتیم غیر منصرف است یا ممنوع من صرفش میگوین، ممنوع من صرف است. 9 نمود کلمه یا میتونم بگم 12 نمود کلمه در زبان عربی غیر منصرف می باشند. 12 نمود کلمه در زبان عربی غیر منصرف می باشند. در کتاب الاجرومیه در زیر اسمهای غیر منصرف که در حالت اعراب بیان میکرد که اسمی غیر منصرف اعرابش چی هست، در اونجا این حالتها را بیان کردم که کدام حالتها می باشد. پس شما می توانید که از اونجا گوش باندازید، بدانید که این 12 حالت کدام حالت ها هست، یعنی چی نمود اسم ها هستند که غیر منصرف هستند، یعنی تنوین را قبول نمی کنند یکم و دوم کسره را قبول نمی کنند. پس این کدام نمود اسم ها هستند، می توانید شما از اونجا استفاده ببرید. این بود